دید همینا رو اسنادش هم به من دادن از 6 سالگی. به قول شما مثلا من یه ژیانی را نگاه کرده بودم مثلا حالا تو سن 10 سالگی و میگفتم خوشا به حال ای عجب ژیان چقدر کاش ما را سوار میکرد مثلا تو زرینچه دوری میزد. بعد الان دیگه میگیم آقا ما نه ماشین میخوایم نه نمیخوام. ببین اینه حالا سند همینم اورجینال ما وراب میدن، یعنی میگه بفرما این سند او ژیانه یادت 7 سالت بوده 9 سالت به گفتی چه ماشین خوبی و خوشا به حال این که ژیان داره درسته؟ گفتیم بله خودتی؟ گفتم آره دیگه. گفت خب حالا تو چرا دیگه رویز رایز و اوزموبیل و چمدان فلان اینا رو دیگه نمیخوایی؟ چیه میخوای بری تو مترو؟ چرا تو مترو بوس و اینا میچرخی؟ گفتم خاک عالم بر سر من اون موقع بوده چون فکر میکردم ژیان مهمه. من باید اتفاقا دنبال همون خر ده میرفتم و اینا یا دوچرخه. من چون نمیدونستم فکر میکردم ژیان مهمه. حالا که فهمیدیم میبینیم نه بابا متروبوس و اتوبوس و رفتن شاگردی کردن برای اتوبوس های داخل استانبول هم یه لذت خیلی قشنگ و باحالی داره که در مرسیدس و در کاخ و اینا نمیتونی به دستش بیاری. و در کنار مردم بودن، در کنار این که شما بری در مترو شکل پدر و مادر خودت ببینی، خال عمت ببینی، بستگانت ببینی، لباساشون ببینی و بگی فدای شما برم قربونتون برم دلم براتون تنگه. خب بهتره رویز رایز. تو رویز رایز میچینی اسکورتت هم بکنن هم میگن او این ماشینت گرون قیمت نزدیکش نره و خسارت میشه فلان. آقا برو تو مترو حد خال عمه دایی فلان ببین برای اونام یه دعای بکن. اگه برو تو ساندویچ یه دونه ساندویچ بخور. بگو یه روزی نداشتی شما رسیدی استاد دورکی؟ کجاها رسیدی تو؟ دیگه این ما برای من یه کلمه ترکی بگم ولی یه مزاحی هم بشه. من یه روز رفتم با یه دکتری بود و اینا مثلا گفت حاج آقا خب این راننده بذار شما رو ببره. گفتم نه آی دکتر ببین این مترو که میبره نزدیک خونه ما که خب بلدی شما. خب شما الان اینجا تا اونجا چقدر؟ گفت والا مثلا گفتم خب بذار تاکسی برم. گفت نه یه چی دیگه بگم یه مینی بوسای هست اینجا ترکا بهش میگن دلمیش نمیدونم چی میبره. گفتم قربونت برم همونه میخوام. حالا ای به من نشون داد گفت این مسیر صاف میره اون ساختمان مترو رو من میشناسم دیگه با چشمام کارم دیگه سوادم نمیخواد که بخونم تابلو. ما را سوار کرد منم نمیدونستم که تو این قسمت مثلا اولین بار بود، قسمت های دیگه رو بلد بودم. من سوار که شدم دیدم که همینطور آدم حمله میاره و هر کسی هم که میره بالا بهش میگن برو جلو برو جلو. من رفتم گیر افتادم پشت سر راننده. بعد دیدم تمام این برادرای ترک منم پولاشون 5 لیریاشون به دست من میدن. من گفتم چیکار کنم خدایا من که ترکی هم بلد نیستم. مثلا این اسم محله را که میگفت تو مسیر پیاده میشن آخریش من بودم که میرفت. مثلا من نمیفهمم دیدم یه کسی از زبون من مثلا میگه فلانجا این هم میگره بقیه پول میداد من برمیگردوندم. خلاصه تا اونجا یه شاگردی کردم پیاده شدم. باورتون شما میشه اونایی که نمیشه کل جهان اون شب مال ما بود. کل جهان مال ما بود. پروردگار به زیارت من اومده بود. اصلا همه عالم تو اون مینی بوسه بود و تو اونجا که خودم خندم میگرفت از این که بلد نبودم ترکی. گفتم آقا ما که خارزار یک کلمه ترکی، ما خانوممون ترک، پسرمون ترکی بلد، من بلد نیستم. بعد 45 سال تو کشورهای عربی حالا خانومم پول میده آقا پول میده منم میدادم یه اسمی هم میگفتن الان دیگه یادم نیستا. ولی وقت میخواستم به راننده بدم تلفن اون مثلا 2 لیر بقیه‌اش پول خورد میداد من پس میدادم. خب این لذت من لذت دری دیدم. بعد دیدم که من اونجا چقدر اشتباه میکردم. بودم ژیان خیلی خوبه. بعد یه جام اشتباه میکردم گفتم بابا ماشین بنز چقدر خوبه. نه بابا این حاج آقای ماشاءالله خونش تو اصفهان 1000 متر. حالا دیدیم بابا همون خونه 2 متریه اگه حواس آدم جمع باشه بهتر از خونه 1000 متریه. گدایی بهتر از پادشاهی اگه کسی حواسش جمع باشه. احسنت.